به نام خداوند جان و خرد که زین برتر اندیشه بر نگذرد. در مؤسسه فرهنگی شکوه شاهنامه هستیم و بنا داریم که یک سلسله نشست هایی برای افزودن مهارت های جانبی و کمتر دیده شده هنر خوشنویسی و البته هنرهای سنتی ایرانی برگزار کنیم. این اولین جلسه هست و اولین کارگاه هست. در حقیقت ما در مقدمات این کارگاه هستیم که کارگاه چند روز دیگه برگزار خواهد شد. کارگاه ابروبادسازی. در مورد ساختار ابروباد در اون کارگاه مفصلا حضوری خدمت دوستانی که شرکت میکنن توضیح خواهم داد. فقط اینجا عرض بکنم که آنچه که من دارم دسته‌بندیش رو باز میکنم در حقیقت بذر شنبلیله یا تخم شنبلیله هست که به صورت خشک میتونید از عطاری ها تهیه بفرمایید. این بذر رو من داخل یک ظرف باید منتقل کنم. مقداریش رو که بعد به این آب اضافه کنم و این آب رو این مجموعه رو بذارم چیزی هولوش حداقل 24 ساعت اینها خیس بخورن تا بعد امکان اینو داشته باشم که بجوشونمشون. فقط نکته ای رو عرض بکنم که حالا ما توی حجم بیشتری داریم این لعاب رو آماده میکنیم. شما اگر مقادیر کمتری رو انجام میدین که بهتر هم از همون کمتر باشه، در نظر داشته باشید که وقتی به این بذر شنبلیله آب اضافه میکنید و میذارید میمونه، این به مرور زمان باد میکنه و حجمش بیشتر میشه. ظرف کوچیک نگیرین یک وقتی که بزنه بیرون. خب من آهسته آهسته این رو میخیسونم، سعی میکنم جایی که گلوله میشن اینا به خاطر همون نشاسته ذاتی که این داره اونها رو هم بشکنم که بهتر خیس بخورن. مقدار زیادی آب نیاز نیست، به اندازه تقریبا یک بند انگشت یا کمی بیشتر از سطحی که بذر رو گذاشتید آب بالاتر باشه کفایت میکنه. خب نزدیک به کمتر از 24 ساعت از این نم کردن این دانه ها گذشته. همونطوری که میبینید یه حجم بسیار زیادی ایجاد کرده و اگر که از نزدیک اینها رو ببینید خواهید دید که این دانه ها یه حالت ژله‌ای پیدا کردن و اون چیزی که ما می‌خواستیم حاصل شده. این الان دیگه آماده هست برای جوشاندن و گرفتن لعاب مخصوص ابروبادسازی. خب در این مرحله شروع میکنیم به پخت. همینطوری که میبینید این ابتدا هنوز این دانه ها شکل خودشون رو دارن، به اون حالت ژله‌ای رو بروز ندادن تا آب کم کم جوش بیاد و این رو بپزه و این آب الان یه غلظت کمی داره با حالت ژله‌ای در بیاد. هم میزنیم و توصیه میکنم که با شعله کم بپزید این رو، چون اگر که شعله زیاد باشه ممکنه که اون نتیجه مطلوب حاصل نشه. هم زدنم به این دلیله که مثل اینجا اینا گلوله نشن و به هم نچسبن. ببینید اینجا الان این حالت ژله‌ای که ایجاد شده اینا رو به هم دیگه میچسبونه، چون خود این یه حالت چسب داره. اینا هم میزنیم که اون ابتدا این اتفاق نیفته ولی بپزه و لعاب آماده بشه. خب بعد از این که پخت انجام شد همینطوری که میبینید لعاب بالا اومده و این بذرها کاملا ژله‌ای شدن و یه لعاب غلیظی این وسط به دست اومده که همینطور به چشم میشه دید.
این نکته رو در نظر داشته باشید که لعاب وقتی که سرد میشه غلظتش بیشتر میشه. یعنی اگر اینجا الان یه حالت سیالیتی داره، در وضعیتی که سرد میشه این غلظت یک مقداری بیشتر خواهد شد. خب حالا میریم سراغ صاف کردن این لعاب. مرکبی که ماده رنگی که برای ابروباد سازی استفاده میکنیم مرکب چاپ و افسته که میتونید با مراجعه به چاپخانه ها به مقدار کمی اندازه مثلا یه چنین ظرفی اگر بگیرید برای مقدار زیادی ابروباد کفایت میکنه. 4 تا رنگ سیان، همین آبی رنگی که الان آقای مهندس دارن داخل اون قوطی میریزن، این رنگ ماژنتا که گلبهی هست شبیه قرمزه، و رنگ زرد و رنگ مشکی رو اگر در اختیار داشته باشید که اصطلاحاً در چاپ بهش میگن CMYK، این 4 تا رنگ رو در اختیار داشته باشید تقریباً بیشتر رنگ ها رو میتونید به این ترتیب بسازید. ما الان داریم با قلمو رنگ رو داخل قوطی میریزیم و باید بهش بنزین اضافه کنیم. آره بنزین اضافه کنیم یه مقداری که بتونیم این رنگ رو رقیق کنیم. مرکب چاپ بسیار بسیار غلیظه و بهتره که این کار رو قبلا بریزید. آره خب این رنگا رو اول CMYK مون رو آماده کنیم، بعد بتونیم از ترکیب اونا رنگ‌های مختلفی به دست بیاریم. در مرحله ریختن این در سینی هم ما از صافی استفاده میکنیم، صافی استفاده میکنیم که باز اگه ناخالصی چیزی هست ناخالصی چیزی هست گرفته بشه و مایعی که به سینی منتقل میشه مایع یک دست و یک نواختی باشه. همینطور که میبینید یک مقداری باز درده داره، بعضی دونه ها که منتقل شده و که تر و تمیزتر در بیاد. خب در این مرحله من میخوام که چند تا رنگ ترکیبی درست کنم و کار رو شروع کنم. از رنگای اصلیم که رقیق کردم یه مقداری اضافه میکنم به این آبی و این مقدار کمی زرد اگر به این آبی بیفزایم به هم یه رنگ فیروزه‌ای رنگ خواهد داد. آبی بیشتر و زرد کمتر. از این طرف باز با استفاده از قرمز یعنی ماژنتا کمتر و آبی کمی بیشتر. یه لب سرمه‌ای
درست میکنم که این الان خیلی به بنفش زد. کمی آبیشو بیشتر میکنم. بله یه رنگ تقریبا سرمه‌ای. با همین دوتا رنگ میخوام که اولین کارم رو در حقیقت بیام انجام بدم.